بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، درس امروز ما و شما از این قسمت شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا، عبادت کنید. الله متعال اینجا میگه اگر شما میخواید از کفر و علامات کفر و از نفاق و علامات نفاق و صفات منافقین نجات پیدا کنین، پس به توحید الوهیت که توحید عبادت الله هست رجوع کنین، رجوع حقیقی. یا ایها الناس، ای مردم. از اینجا درس گرفته میشه که پیام قرآن پیام جهانی هست، برای تمام بشریت است، تنها برای یک قوم و منطقه نیست، بلکه به تمام انسان ها هست و انسان ها را ذکر کرد به خاطر شرف و عزت و کرامت انسان ها، در حالی که قرآن پیامش متوجه جن ها هم است. یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا، عبادت کنید، عبادت های تمامی عبادت هایتان را. بعضی از مفسرین میگن که اعبدوا به معنی وحدوا، به وحدانیت یاد کنید و به وحدانیت الله عمل بکنید. تمام عبادت ها که دیروز گفتیم عبادات 6 قسم است. عبادات فکری تانه برای الله بکنین، عبادات قلبی تانه به الله بکنین، عبادات زبانی تانه به الله بکنین، عبادات بدنی تانه به الله بکنین، عبادت مالی تانه به الله بکنین و عبادت قانونی و تشریعی که شریعت الله را تطبیق بکنین که شما موحدین حقیقی شوین. اعبدوا، عبادت بکنین. کی را؟ ربکم، پروردگارتان را، یعنی خلق کننده تانه، روزی دهنده تانه، توحید ربوبیت. خلق کننده تانه، روزی دهنده تانه، شفا دهنده تانه، زنده کننده تانه، میراننده تانه، مالک متصرفی که در کائنات است، خالق آسمان ها و زمین است. او رب که الله تشریح میکنه که رب کی هست؟ الذی، کی را باید عبادت بکنی؟ که خلقکم، شما را خلق کرد. تنها شما را خلق کرد؟ نه خیر، پدر و پدرکالان هایتان هم ربشان الله هست. والذین، و کسانی را که من قبلکم، قبل از شما بودن. لعلکم، شاید با اینی عبادت حقیقی، با توحید الوهیت و ربوبیت، شاید که شما با تقوا شوین. یعنی اگر میخواین که متقی باشین، در علت رسیدن به تقوا اول توحید الوهیت و توحید ربوبیت است. الله را خلق کننده بدانید. ما و شما در توحید ربوبیت 6 قاعده داریم که 6 قاعده چی است؟ افعال الله را بشناسیم، افعال مخلوق را بشناسیم، افعال الله را به مخلوق نسبت ندیم، افعال مخلوق را به الله نسبت ندیم. 4 تا شد. افعال الله را از مخلوق تقاضا نکنیم و ششمیش چی هست؟ که افعال خالق و مخلوق با هم تشبیه نکنیم. افعال الله را میشناسیم که افعالی است که در قرآن و سنت برای الله گفته شده است. خلق کردن است، روزی دادن است، شفا دادن است، زنده کردن است، تصرف در کائنات است. افعال الله را باید کلش بشناسیم و افعال مخلوق را بشناسیم. خواب کردن است، ازدواج کردن است، افعال خوب انجام دادن و افعال مخلوق را بشناسیم. افعال خالق به مخلوق نسبت ندیم، بی‌ادبی نکنیم. بسیاری کسا کفرشان علتشان چی است؟ که افعال خالق به مخلوق نسبت میدن. خلق کردن به مخلوق نسبت میدن، بچه دادن، دختر دادن، اولاد دادن. الله متعال میگه این کارو نکنین. و افعال مخلوق به الله نسبت ندیم. بعضی ها کافر شدن، افعال یهود چرا کافر شدن؟ میپسان افعال مخلوق به الله نسبت میدن. لا تأخذه سنة ولا نوم، الله میگه که الله را خواب نمیگیره، مقدمات خواب نمیگیره. یا میگفتن که الله این کارا کرد، این کارا کرد، کافر شدن. پنجمی قاعده چی است؟ که افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. نگوییم که تو بر ما بچه بدی، تو مخلوق دختر بدی، تو صاحب قبر بر ما شفا بدی، تو بت بر ما این چیزا بدی. نه، افعال الله را از مخلوق تقاضا نکنیم. و ششمی قاعده چی است؟ که افعال خالق و مخلوق با هم تشبیه نکنیم. افعال خالق کما یلیق بجلاله و عظمته،
افعال خالق افعال است که به جلال و عظمت خالق شایسته است و افعال مخلوق افعال است که به عاجزی و مخلوق بودن انسان و مخلوق شایسته است. من که خوف میکنم چرا؟ عاجز هستم. الله لا تأخذه سنة ولا نوم، با جلال و عظمت است. من میخورم به خاطر چی؟ اگر نخورم مسکین هستم، مظلوم هستم، عاجز هستم، ناتوان هستم، زندگی کردن نمیتونم. الله متعال از افعال ما و شما پاک و منزه است. خب پس ما و شما الله متعال بیان میکنه دلایل ربوبیت را. دلایل ربوبیت چی است؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم. باز دیگه دلایل ربوبیت، توحید ربوبیت میگه خوب در قلبتان الله را بشناسین. الذی، الله ذات است که جعل لکم الارض فراشا، جعل گردانیده هست لکم برای شما الارض زمین را فراشا مثل فرش. زمین بلندی ها دارد، زمین ساختمان کروی و بیضوی و اشکال مختلف است که در ساینس است، لکن بر شما مثل فرش ورسم تا هموار از راحت بالای ازی شما زندگی میکنین. و السماء، و الله متعال چی گردن خلق کرده آسمان را بناء مثل سقف، سقف بالای سقف است. و انزل و نازل میکند الله متعال من السماء، سما به معنای بلندی هست، از این بلندی که در فضای آسمان است، ابرها هست، چی میکنه از میان از اینا؟ ماء، آب را. ای کلش دلایل قدرت الله هست. فاخرج، ای دیگر دلیل ربوبیت الله، باز الله هست که خارج کند بهی به واسطه امی آب من الثمرات، از میوه ها، رزقا روزی لکم برای شما. الله رزاق است، روزی شما را الله میده. اگر آب نباشه و زمین نباشه شما در زندگی کردن نمیتونین. فلا تجعلوا، پس ای انسان های با عقل، فلا تجعلوا، پس مگردانید. خازن، یکی از تفسیر خازن، صاحب خازن میگه که لا تجعلوا، لا تعتقدوا، عقیده نکنید لله، برای الله اندادن شریکا. زیرا مشرکا چی کرده بودن؟ برای هر چیز یک مشکل پیدا میشد پیش جنها میرفتن. بیش از این مشکل پیدا شده، سردرد رسیده فلان مخلوق برو، دل درد رسیده فلان مخلوق برو، کمر درد رسیده فلان مخلوق برو. پس اینا شریک های زیادی رو بر الله ایجاد کرده بودن. پس الله متعال به اللهی شریک ها رو نسازیم. بعضیا در ساختار قانون و شریعت میگن که مردم باید قانون رو بسازه. اگر مردم قانون ساخت، همین مردم خود با الله چی کرد؟ شریک کردن. فلا تجعلوا لله اندادا، نه شریک بسازین در ذات الله که برای پسر و دختر نسبت بدین، نه بر الله شریک بسازین در ربوبیت الله که بگوین خلق کننده ما یا شفا دهنده ما یا روزی دهنده ما مخلوق است، نه در عبادت الله که به مخلوق سجده بکنی یا رکوع بکنی، کلش ند میشه، شریک میشه با الله دیگه، نه در عبادتش و نه در اطاعت از شریعتش، نه در صفاتش. فلا تجعلوا، پس مگردانین در ذات الله، در صفات الله، در عبادت الله، در اطاعت الله، در شریعت الله کس را شریک نگردانید. و انتم، در حالی که شما تعلمون، عالم هستین، دانشمند هستین، قرآن میخوانین، عقل دارین، میفهمین که شریک ساختن با الله ظلم است در حق خود انسان و انسان به شرک و کفر میرساند و امتهای قبلی را هم به همین سبب به شرک و کفر رساند. و این کنتم، الله متعال آل صدق قرآن بیان میکنه و معجزه قرآن بیان میکنه. در اول گفت ذالک الکتاب، این کتاب لا ریب فیه، در او شک نیست. آل چلنج میده برای کسانی که اونها ادعا میکنن که ما بسیار عرب های بزرگ هستیم، زبان فصیح داریم، بلاغت و فصاحت داریم. امیال هم بسیاری کسا میگن. الله متعال برشان چلنج یاد و برشان گفت که و این کنتم، و اگر هستید شما فی ریب، در شک، مما از آنچه که نزلنا، ما نازل کردیم، علی عبدنا، به این بنده ما. این محمد صلی الله علیه و سلم صفت خالقیت نداره. این قرآن بالای از این نازل شده، این بنده ما هست. نه، شما یک قاعده اساسی عقیده قرآنی هست که الله متعال در جایی که وحدانیت خدا ذکر میکنه، ضمیر مفرد ذکر میکنه، میگه قل هو الله احد، هو اوست،
الله لا اله الا هو الحی القیوم. اما در جایی که اسلوب عربی می قسم است، وقتی یک کس میخواد عظمت خدا، قدرت خدا و قوت خدا نشان بده، باز برای خود ضمیر چی رو نشان میده؟ ضمیر جمع. ایره ضمیر تعظیم میگه، عظمت و بزرگیش. الله متعال میگه و این کنتم، اگر شما هستین، فی ریب مما، از آنچه که نزلنا، ما نازل کردیم. عظمت خدا نشان میده که ذات با عظمت الله هست. از این خاطر الله، مثل ما و شما وقتی که یک کس را احترام میکنیم، برش تو نمیگیم، برش میگیم شما. پدرتان شما میگین که پدر شما چطور هستین؟ یک کس بعد میگه چند تا پدر دارید؟ تو خود شما گفتی. برش میگی نه، تو گپ نمیفهمی. شما گفتن برای پدر به معنای این نیست که تعدد پدرها هست. من چند پدر دارم، به خاطر از این است که من پدر من احترام میکنم برش. الله متعال وقتی که عظمت خدا بیان میکنه، باز ضمیر جمع، اینجا ضمیر جمع استعمال کرده. چرا؟ جایست که الله عظمت خدا بیان میکنه که و این کنتم، اگر در شک هستین، و این کنتم، اگر هستید، فی ریب، در شک، مما، از آنچه که نزلنا، ما نازل کردیم، ایره علا، بر کی نازل کردیم؟ علا عبدنا، به بنده ما. عظمت خدا نشان میده که این پیغمبر و تمام پیغمبرا، و ایره که ما مثلا بر ملائکه جبریل امین نازل کردیم، پس این کلام ما که هست، اینا جبریل هم بنده ما هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده ما هست. یکی امین آسمان هاست که جبریل امین علیه السلام است، و یکی امین زمین است که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله متعال میگه اگر شما در شک هستید، فأتوا بسورة من مثله، بفرمایین یک سوره به مثل قرآن بیارید، با امی فصاحت، با امی بلاغت، با امی معانی قوی، با امی تعبیر دقیق، بفرمایین بیارین. بعضیشان کوشش کردن، بعضی چیزها را نوشته کردن آوردن. یک کس یک وقت مسلمه کذاب خیست، گفت اینه من یک سوره میارم، تو بیار. گفت الفیل و مالفیل، و فیل چی فیل است؟ ذیله قصیر و انفه طویل. این دیگه عربایی که مجھے ششته بودن برش گفتن تو لوحده احمق آدم هستی، ای چی میگی؟ چتیات شروع کردی. قرآن خو میگه که الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. ای عظمت سیکو، ای قوت سیکو، تی چی اومدی گفتی که دنبش کوتاست و خرطومش دراز است؟ این لودگی رو نکو، ما را رسوا نکو. پس الله متعال بازیار نتانستن اما تو یک کار بکنن. الله متعال برشان گفت که فأتوا، پس بیاورید، به صورت، یک سوره، من مثله، که مثل قرآن باشه، با اینمی فصاحت و بلاغت و قوت خود. و تنها اگر آوردن نمیتونین، کمیته ها جور بکنین، کمیسیون ها جور بکنین، جرگه ها جور بکنین، لوح جرگی و جور بکنین. ودعوا شهداءکم، تمام شاهدان و بزرگانتان اینها را هم من دون الله، و غیر از الله، هر کسی را که خواسته باشین او را هم در جرگیتان داخل بکنین، در مجلستان داخل بکنین، به خاطر ساختن یک سوره از قرآن. این کنتم صادقین، اگر شما راستگویا هستید. باز الله برشان چلنیده که فإن لم تفعلوا، پس اگر این فعل باز نتانستید، ولن تفعلوا، الله میگه و هرگز این کار کرده هم نمیتونین. باز چی بس؟ فتقوا، پس باز بترسین از آتشی که وقودها الناس والحجاره، که باز درگیران از او مثل که یک تنور بسیار بزرگ باشه و در بین از او تو یک ورق کاغذ پردی میبینی که این ورق هم تو لوتک زده میره. باز از او تو آتش بترسین که وقتی که ورق در تنور میپرتین، در اینجا بازمو انسان ها و سنگ ها مثل ورق ورامت در بین از او چی میشه؟ لوتک میزنه. وقودها، هیزم و درگیران از او چی است؟ الناس، و انسان هاست، والحجارت، و سنگ هاست که پرتش تکت تکمیشان در میگیرن. این دوزخ، این آتش اعدت، آماده شده للکافرین، برای کسانی که حق میپوشانند. میفهمه که حق است، میفهمه که کلام الله هست، میفهمه که زور من نمیرسه، اما تو چیزا بیارم، باز با وجود از هم کفران میکنه و میپوشانه حق. پس بر از این پوشنده های حق الله متعال میگه این جزا هست. الله متعال رحمان الرحیم است. هر وقتی که یادی از دوزخ میکنه، از عذاب میکنه، فوراً بشارت رحمت و جنت میده تا متقیان نترسن، ور خطا نشن،
و بشر، و الله متعال میگه ای پیغمبر. پیغمبر نذیر و بشیر است. فکرتان باشه هم نذیر است هم بشیر است. بشیر بشارت دهنده هست و نذیر ترساننده هست. الله متعال میگه بر از اینا هم باید بشارت بدی و هم باید اینا را بترسانی. تو نیست که مثل پاپ کشیش کلیسا واره که تمام روز برای مردم بگه که اگر تو عیسی مسیح را دوست داشتی خلاصه که تو در جنت هستی، بازو مردم میرن قتل میکنن، میکشن، هر کار میکنن. نه، برای پیغمبر میگه که رسول الله صلی الله علیه و بشارت به جنت، بترسانشان از عذاب دوزخ، بشیر نذیر هستی. الله متعال برای رسول الله صلی الله علیه و امر میکنه که ای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و هر کسی که تو قرآن میخوانی فعلا و بشر بشارت بده کیره؟ الذین، بکسانی که آمن و ایمان آوردن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه کردن. ایمان به امرای اعمال صالحه چیست؟ ان یقین داشته باشین که لهم برایشان جنات باغهای هست، جنت های هست، تجری که جریان داره من تحتها از زیر درختای ازی، الانهار و جویبارها که باز پسان ذکر میشه که در جنت 4 جوی است، جوی شیر است و جوی عسل است و جوی آب بسیار شیرین و خوب است و همچنان نوشابه ها و مشروبات غیر الکلی که او را خمر میگن که او چی است؟ او خمر جنت است که باز الکلی و به هیچ قسم غلط نیست. پس جاری هست از زیر از اون تحت الانهار کلما، هر وقتی که روزی رزق داده میشن، من هازمی جنت، من ثمرت، کدام ثمره، از کدام میوه، من ثمرت، از کدام ثمره میوه، قالو رزقا، رزق برشان داده میشه. از هر میوهی که بر از اینا داده میشه، قالو باز میگه که هذا الذی، ای خو همون میوه های است که رزقنا، روزی داده بود الله متعال من قبل و در دنیا هم. مشابه هست با میوه های دنیا، مثل سیب دنیا، مثل انگور است، سیب است و دیگر میوه هایی که ما و شما در جهان میبینیم که به هزارها قسم میوه ها هست. باز میگه از این خود در دنیا هم داده شده بود، منتها با لذت و کیفیت و اما خصوصیت های خاصی که به جنت الله شایسته هست. و اوتو، و آورده میشه برشان بهی، به همین میوه های دنیایی، متشابه هم مشابه، و لهم، و برایشان فیها در جنت، ازواج مطهره، همسرهای پاک هستند که از همسرهای جنت کس پاک هستند. و هم و هیشان و جنتی ها فیها در جنت خالدون، بر همیش میباشه. یعنی شما متأثر نشین که ما چند روز در جنت میریم باز از جنت دوباره کشیده خواهد شدیم، بلکه میگه اونها در جنت چی میباشن؟ خالدون، برای همیشه میباشن. بعضی از کفار الله متعال بیان میکنه که عادت منافقین و مشرکین و مردمای بیدین همیشه نقد و انتقاد است، همیشه فلسفه گویی هست. چرا نماز صبح 2 رکعت است؟ چرا مثلا یک روز یک کسی میگه چرا مرا آدم خلق کرده؟ من گفتم خیلی چی خلقت میکرد؟ کدام حیوان خلقت میکرد؟ چرا مثلا سر بام ما مثلا چطور است؟ فقط دلایل گفتن است. الله متعال میگه که این دلایلی که اونا میگن از قلب‌های مریض است، شما متاثر نشین. اینا میگفتن که الله چرا مثال‌های کوچک کوچک بیان میکنه؟ چرا مثلا در قرآن مثال‌های مثل پشه و مثل ملخ و مثل چیزهای کوچک کوچک است؟ الله متعال حتی گفتن که آیا حیا نمیگیره؟ اینا یک بیادبی کردن. الله متعال برشان گفت که ان الله، یقینا که الله لا یستحی، الله را حیا نمیگیرد یا پروایی نمیکند. الله متعال ان الله ان یضرب، این که بیان بکنه مثلا مثال ما بعودتا، مثال مانند پشه، مثل پشه. یک دانشمند میگه من خواستم، جاهل از دانشمند است، میگه من خواستم که مثل یک پشه الله بسازم. وقتی که وسایل جمع کردم، پرزه ها را جور کردم، یارا که نصب کردم، دیدم که من پشه می ساختم، این کلان یک پشه شد قائده یک هلیکوپتر. باز ما گفتم که الله ذاتی است که در ذرات و در حجرات چیزهایی را جای میته، سیستم هایی را میسازه که ما و شما حتی به ذره‌بین نیاز داریم او را ببینیم. در یک پشگکی که به نظر از او انسان جاهلی نمیامد،
در ساختمان فیزیکی، آناتومی و فیزیولوژی از او، این دانشمند امروز، دانشمند ساینس و تکنولوژی میگه که ما با قدرت الله تسلیم شدم که ما اگر پشه هم بسازم این تمام پرزه ها رو نمیتونم که اقا میده بسازم که باز حرکت کنه. من مجبور هستم پرزه های کته بسازم. وقتی که میخوایم پشه بسازم از اون جور میشه هلیکوپتر. الله هست که قدرت هلیکوپتر در یک چیزی که کوچکه که یک مثقال وزنش هست. این الله یقینا که الله متعال لا یستحی، الله را حیا یا نمیگیرد، ان یضرب، از حیایی که تشبیه نکنین، حیایی که به جلال و عظمت الله شایسته است، نه مشابه حیای مخلوقات، تشبیه باید نشه. ان یضرب، ای که بیان بکند مثلا مثال ما بعودتن از پشه فما فوقها، یا بزرگتر از پشه هست. پیش الله خلقت فیل و پشه یا خلقت آسمان و زمین یا خلقت کهکشان ها با پشه یکسان است. چرا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این مشکل شما هست که در ساختن یک چیزی که کوچک زحمت کم میکشین، در چیز بزرگ با زحمت تان زیاد است. این کافرها تشبیه میکنن، مؤمن تشبیه نمیکنن. پیش الله پشه و کو، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. او هم با یک امر و او هم با یک امر میشن. ما بعودتاً مثال از پشه فما فوقها، یا بلندتر از پشه و بزرگتر از پشه. فاما الذین، پس اما کسانی که آمنوا ایمان آورده اند، فیعلمون، اونا میدانند و عقیده میکنند، انه یقینا که همین مخلوقات و همین مثالها الحق و حق هستند، من ربهم، از پروردگارشان. اما الذین کفروا، و اما کسانی که کافر شده هند و دیگه پشت جر و بحث و جنجال و فلسفه گویی میگردن، فیقولون، باز میخیزن میگن که ماذا اراد الله بهذا مثلا، ماذا چه چیزی اراد الله اراده کرده است الله بهذا به ای مثلا مثال ها. الله در جوابشان میگن که الله قدرت خدا نشان میده، لکن انسان های هوشیار و دانشمند و با فهم و معقول با منطق اینا باز رهنما میشن، هدایت میشن، قدرت الله را میبینن، مطالعه میکنن، مشاهده میکنن. با یک پشک پروفیسور مسلمان میشن. و بعضیا گمراه میشن، یودل و گمراه میکند بهی، با اینمی کثیرا، بسیاری از مردمان را، و یهدی و هدایت میکند بهی، به آن کثیرا، بسیاری از مردمای دیگر را. و ما یودل و گمراه نمیکند الله بهی با آن الا الفاسقین، مگر مردمان فاسق. فسق چی را میگن؟ فسق خارج شدن از طاعت الله هست. کسی که از طاعت الله خارج میشه این را فاسق میگه. اگر کم خارج شد در صغیره مبتلاست، اگر بزرگ خارج شد این چی است؟ کبیره میشه. و اگر کفریات و شرکیات گفت بالاخره با کفر و شرک مبتلا میشه. الذین، فاسقا چند صفت دارن؟ 3 صفت خطرناک دارن، متوجه باشن که فاسقا را بشناسین. اول صفتشان چی است؟ الذین، کسانی هستند که ینقضون، نقض میکنن، میشکنن عهد الله، عهد خدا با امرای الله، بعد میثاقی، بعد از پیمان بستن از او. ما عهد کردیم. عهد چی هست؟ ما عهد کردیم که لا اله الا الله محمد رسول الله. در لا اله الا الله ما عهد کردیم که یا الله، تعهد اول، بغیر از ذات تو هیچ کسی دیگر عبادت نمی کنم. عهد دوم، یا الله بغیر از شریعت تو، قانون هیچ کسی دیگر نمیپذیرم. و عهد سوم که یا الله عبادت ذات تو را و اطاعت از شریعت تو را به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینال فاسق کسی است که یا عهد اول مشکنانه، عبادت غیر الله را میکنه، یا عهد دوم مشکنانه، قانون سوسیالیسم و کمونیسم و دموکراسی و سکولاریسم و فلان بالای خود تطبیق میکنه، عهد دوم مشکنانه. و یا هم
طریقه ضد طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم او را میره به او میپیونده، پس نقص میکنه. این علامت اول فاسقه هست. ینقضون مشکنانن عهد الله، عهد و پیمان با الله کرده اند. بعضی از علما میگه او عهدی که در عالم ارواح کردن، الستو بربکم، آیا من نیستم خلق کننده شما، روزی دهنده شما، شفا دهنده شما، مالک متصرف در کائنات؟ قالوا بلا، همه گفتن بله. از این خاطر هر طفلی که تولد میشه با اساس امی عهدی که با الله در اونجا در عالم ارواح کرده مؤمن است، ولو در خانه یهود و نصارا هم تولد شود. پس آن یا امی عهد خودم مشکنانند. بعضی از علما میگن که عهد الله دلائل توحید الله، یعنی عهد الله را مشکنانند، یعنی دلایل توحید الله را که اینا تعهد کرده بودن من بعد میثاقی، بعد از پیمان بستن با الله، تعهد با الله. خازن میگه العهد المؤکد بالیمین، اینا کلشان با قسم میگن که بله الله تو رب ما هستی. و یقطعون، و قطع میکنن. قطع میکنن چی را؟ ما آنچه را که امر الله به، امر نموده است الله به آن. الله به چی امر کرده؟ الله امر کرده به توحید، به اخلاق اسلامی، به عبادات اسلامی، و امر کرده الله متعال به تطبیق شریعت الهی. پس اینا امی اوامر الله را در اعتقادات، در اخلاقیات، در معاملات و در عبادات مشکنانند، میرن به طرف غیر الله. ان یوصل، آنچه را که الله، ما آنچه را که الله امر کرده بود، امر الله، امر کرده الله به به آن، ان یوصل، که او را وصل کنن، یعنی انجام بدن. و یفسدون، و اینا فساد میکنن. صفت دیگهشان، صفت دیگهشان چی است؟ صفت دیگهشان و یفسدون فی الارض، انسانهای فاسق کسانی هستند که در زمین فساد میکنن. یفسدون فی الارض بماذا؟ بالمعاصی. با چی فساد میکنن؟ با معصیت ها. هر چیزی که در الله و رسولش معصیت گفته، انجام دادن از او سبب فساد در چی میشه؟ در زمین میشه. و هر کسی که هر معصیت میکنه، صغیرتا او کبیره، خرد باشه یا بزرگ باشه، این فاسق گفته میشه و از چی؟ از عمود دائره احکام شریعت الله میبره. اولایی که همی گروه مردم هم ایشانن الخاسرون، زیانکاران. نتیجهشان چی هست؟ صفت فاسقا چی هست؟ نتیجه کارکرد فاسقا چی هست؟ علامت فاسقا چی هست؟ اینا در زیان و نقصان هستند، در دنیا و در آخرت در زیان و نقصان هستند. آل الله متعال نعمتهای خدا بیان میکنه که او مسلمان ها، او مردم، او انسان هایی که شما با دانش هستین، با فهم هستین، با عقل و منطق و با دانش و با فکر شما با آیات ما تدبر و تفکر میکنین. ببینین مجموعه از نعمتهای خدا الله بیان میکنه. نعمت اول نعمت زندگی بعد از مرگ، نعمت دیگه نعمت زندگی در آخرت. الله متعال میگه کیف، چطور تکفرون، کافر میشین. استفهام توبیخی هست. دیروزم گفتم که در قرآن استفهام بعضی اوقات به معنای چی میه؟ توبیخ و سرزنش میه که تو انسان با عقل، تو انسان دانشمند، تو انسان معقول، تو انسان با فهم، تو انسانی که تمام نعمتها را الله برات داده، نعمت علم، نعمت حس، نعمت عقل، نعمت وحی، نعمت قلب، تمام نعمتها را الله برات داده. پس چطور شما کافر میشین؟ کیف تکفرون، کیف توبیخ میکنه الله متعال که چگونه تکفرون، شما کافر میشین با بالله، به الله ناسپاسی میکنین، حقیقت پوشی میکنین در مقابل الله. و کنتم، در حالی که شما امواتا، مرده ها بودین، اصلا هیچ وجود نداشتین، هیچ چیز وجود نداشتین، هیچ چیز از شما وجود نداشت، مثل مرده ها واره هیچ نبودین. مرده میت چی نمیگن که اصلا نیست، خلاص است. فاحیاکم، پس الله شما را زندگی بخشید، از نطفه شما را خلق کرد، سلول ها و کروموزوم های جنسی شما را خلق کرد، XX و XY دانه. ساینسدان هستین، کی خلقش کرده؟ الله متعال
خلق کرد، باز شما را زندگی بخشید. ثم سپس یمیتکم، میمیراند شما را. ثم سپس باز نعمت دومی رو بر شما میده که یحییکم، باز شما را در روز قیامت زنده میکنه. ثم سپس الیه، به سوی الله ترجعون، به طرف الله برمیگردین. للحساب والکتاب، باز مقابل الله استاد میشین، باز اونجا محاسبه میشین از هر نعمت الله که شما ناسپاسی کردین. از نعمت عقل محاسبه میشین، از نعمت حس محاسبه میشین. چرا؟ افلا ینظرون، چرا نظر نمیکنین؟ از نعمت علم، از نعمت وحی، از نعمت پیغمبر، از نعمت قرآن، چرا از این نعمت ها استفاده نکردی؟ باز برای حساب کتاب اونجا برابر میشین. نعمت دیگه الله چی است؟ خلقت تمامی امور در زمین. شما میبینین هو الذی، الله ربوبیت خودم بیان میکنه، وحدانیت خودم، قدرت خودم، نعمت های خودم. هو الذی، الله ذات است، او الله الذی ذات است، خلقه که خلق کرده، لکن برای شما، ما فی الارض جمیع، آنچه که در زمین است تمامی. اگر اکسیژن کی برات خلق کرده؟ الله خلق کرده. نباتات الله خلق کرده. یک نفر میگه یک دانشمند بزرگ روس که من بحث میکرد، میگه برای من گفت که من چند میلیون دلار دارم، چی نیاز دارم که الله رزاق باشه؟ میگه من برش گفتم که چند میلیون دلار بگی در یک دشت، این درخت از الله هست، این اکسیژن از الله هست، این حیوانات مخلوقات الله هست، میلیون ها دلار بگی، خب از چیزی که از الله هست استفاده نکن. او گفت خیلی کاغذها را بخورم؟ گفت زود نوشه کرد و فهمید که من محتاج هستم با داشتن میلیاردها دلار، من محتاج هستم به رزاق بودن الله. روز قناعت کرد. هو الذی، الله خطاب میکنه به کل، بر امریکایی، به اروپایی، به آسیایی، به افریقایی، به استرالیایی، به انتارکتیکایی، به کلگی خطاب میکنه که هو الذی، الله ذات قدرتمند است که خلق کرده، لکم برای شما، این نعمت هایی که در ما، آن نعمت هایی که فی الارض در زمین است، جمیعا تمامی. ثم سپس الله متعال استوا، سپس الله متعال توجه کرد الی السماء، به طرف آسمان. فسواهن، پس مساوی خلق کردی آسمان ها را. سبع سماوات، 7 آسمان بزرگ الله متعال بر شما خلق کرد. تمام مردم زحمت میکشن، خون نداری، یک تابال یک فابریکی خونسازی ساخته نتانستن که کمبود خون ما را تکمیل کنه، یک مریض برش خون بده. یک تفلک چوچه نو پیدا میشه، 3 کیلو 4 کیلو وزنش هست، در داخل وجود از الله ماشین بزرگ خون خلق کرده که اگر دستکش کمک دکه بیتی شر از خون میه. ماشین گوشت ساختن در وجود تو خلق کرده، ماشین موی و ریشت، ماشین موی، به هزارها نعمت الله هست. الله متعال میگه این چیزها را، الله متعال این نعمت ها را برای تو خلق کرده. کیف تکفرونه، چه قسم باز کافر میشین اگر شما عالم هستین، دانشمند هستین، فهمیده هستین. از این خاطر بزرگترین ساینسدانا، بزرگترین دانشمندا، بزرگترین عاقلا، بزرگترین فلاسفه، دیکارت یک فیلسوف است، میگه من با درک نقص وجود خودم، وقتی که درک کردم که من ناقص هستم، هستی ذات کامل را احساس میکنم. میفهم که ذات کامل است که من پشتی کور دیده نمیتونم، او خالق پشتی کور وی جهان کلش کنترل میکنه. دیکارت بزرگ فیلسوف است. به این شکل تمام دانشمندای بزرگ وقتی که به طرف آسمان و زمین سیل میکنن، این مؤمن میشن. فسواهن، پس مساوی خلق کرد الله متعال 7 سماوات، 7 آسمان را. و هو و الله بكل شیء علیم، به هر چیزی عالم است. نعمت دیگه که میگه چی هست؟ نعمت است که تو را الله متعال خلیفه خود در زمین خود ساخت. خلیفه الله کی هست؟ خلیفه که الله او را خلق کرده. خلیفه به معنای جانشین است. ما جانشین الله نیستیم، این باید غلط نفهمیم. بلکه خلیفه الله کسی است که امر الله را
در زمین الله مطابق حکم الله تطبیق میکنن. ما جانشین مخلوقات قبلی که عاصیان و نافرمانی کرده اونا را حذف کرد و عوضش ما و شما را جانشین قرار داد تا حکم الله را در زمین الله مطابق اوامر الله تطبیق بکنیم. و این نعمت بزرگ است که انسانات یک عزت بزرگ را نصیب کرد. و اذ و هنگامی که قال گفت ربک پروردگار تو للملائکه بر ملائکه گفت اینی یقینا که من جاعل گرداننده هستم خلق کننده هستم فی الارض در زمین خلیفه، یک کسی که او خلیفه هست و احکام ملا در زمین الله مطابق اوامر ما تطبیق میکنه، یا ای که انسانهای را خلق میکنم که اینا جاگزین کسای دیگه که در زمین بودن و یا ای که یک امت جاگزین امت دیگه میشن. قالوا ملائکه گفتن اتجعل یا الله آیا میگردانی فیها در زمین من کسی را که یفسد و فساد میکنه، چون مخلوقات قبلی که برای از اونا چی داده شده بود، اما نفس داده شده بود مثل از این مخلوقات، اینا فساد کردن. گفت که یفسد و فیها فساد میکنن فیها و یسفک الدماء و خون یکی دیگر را میریزانن. و الله و ملائکه اما عاجزی و بندگی خود بیان کردن، گفتن که و نحن ما که هستیم نسبح و تسبیح میگیم به حمدک به حمدتون، یعنی تو را به پاکی یاد میکنیم و نقدس و تو را منزه و پاک میدانیم از تمامی عیبها. قال الله متعال برشان گفت که اینی یقینا من اعلم و بسیار میدانم ما لا تعلمون، آنچه را که شما نمیدانید. که این مخلوقات ما با وجودی داشتن نفس مخلوقات می باشند که اگر مطابق احکام عمل بکنه از شما کدام مقام و منزلت بلندی را پیدا میکنن. با وجود داشتن نفس تسبیح مرا میگن، تقدیس مرا میکنن، عبادت مرا میکنن و شریعت مرا در زمین ما ای چی میکنن تطبیق میکنن. و علم این نعمت دیگی الله که برای انسان ها هست و چی است؟ نعمت علم است که الله متعال به ابوالبشر داد و ما و شما هم وارثینشان هستیم. و علم و تعلیم داد الله متعال آدم علیه السلام را الاسماء کلها، تمامی نامهایی که بود، ثم سپس عرضهم اینا را پیش کرد علی الملائکه به ملائکه. فقال پس گفت بر ملائکه انبئونی خبر بدهید مرا به اسماء هؤلاء به نامهای این چیزها ان کنتم صادقین، اگر شما صادقانه همه چیز را میفهمین. ملائکه اعتراف کردند که ما عالم الغیب نیستیم. از این آیت شریف یک عقیده قوی گرفته میشه، عقیده که ملائکه غیب نمیفهمند. قالوا گفتن سبحانک، ملائکه معصوم هستند، پاک هستند از گناه ها و علم غیب ندارند. قالوا گفتن یا الله سبحانک، پاکیست را ای الله، لا علم لنا، ما علم نداریم الا مگر به مو مقدار علمیت داریم که ما آنچه را که علمتنا خودت تعلیم دادی برای ما. انک یقینا یا الله انت تو هستی العلیم و بسیار عالم و الحکیم و بسیار با حکمت. حکیم الله یعنی العالم بدقائق الامور، چیزهای دقیق اموره ایره حکیم میگه. و حکیم لا اعتراض علی افعاله، کسی که بر افعال از اعتراض نمیشه. الله الحکیم فی تشریعه، حکیم است در شریعتش، و الحکیم فی الکائنات، و حکیم است در خلقت کائناتش. الله متعال عالم میخواه که برای انسان چی کنه؟ برای انسان یک مقام و یک منزلت و یک عزتی در مقابل ملائکه و سایر مخلوقات برای انسان یک مقام و منزلت بده. قال یا آدم، و گفت که ای آدم انبئهم خبر بتی برای ایشان به اسمائهم به می نامها. فلما پس هنگامی که انبئهم خبر داد آدم علیه السلام برای ملائکه به اسمائهم به نامهای امی چیزهایی که آموخته بود، قال گفت الله متعال علم اقل لکم، این باز الله متعال علم غیب خدا برای مخلوقات بیان میکنه. چرا فالبین کافر میشه؟
و چرا مراجع این فالبین کافر است؟ فالبین به خاطر از این کافر میشه که علم غیب ادعا میکنه، کتاب آواز میکنه، یک هفته با سر تو مصیبت میه. از کجا فهمیدی؟ به می معنا که من علم غیب دارم. با امی گپ خود فالبین کاهن و جادوگر و تعویذگری که ادعای علم غیب میکنه که یک هفته بعد سر تو مصیبت میه، ما یک دقیقه بعدش الله میگه ما فی غدن انسان نمیفهمه، علم غیب مربوط الله هست دیگه. اینجا فالبین میگه که ما علم غیب دارم، با این گپ خود کافر میشه، از غیب خبر میدن. و مراجعین فالبین ها چرا کافر میشن؟ به خاطر ازی که اونها اقرار به زبان میکنن و تصدیق به قلب میکنن. خوب فالبین تو راستی غیب میفهمی، بسیار خوب گپا گفت. به این آیت قرآن کافر میشه که الله متعال به ملائکه گفت که الم اقل لکم، آیا من بر شما نگفتم که این یقینا که من اعلم و میدانم غیب السماوات، امور غیبی آسمان ها، و الارض، و امور غیبی که در زمین است، و اعلم، و من میدانم ما آنچه را که تبدون شما آشکار میکنین، و ما کنتم تکتمون، و آنچه را که شما میپوشانین. پس اینجا الله متعال بیان میکنه که عالم الغیب من هستم، نه ملائکه، نه پیغمبر، نه ولی، نه نبی، هیچ کسی علم غیب نمیفهمه. پس اینجا هست که اگر کسی ادعای علم غیب میکنه و یا مخلوقی را که ادعای علم غیب میکنه تایید میکنه، ای باز به این آیت قرآن کافر میشن. آل نعمت دیگی که الله متعال برای بشریت میگه که ما برای شما این نعمت دادیم، شما را مسجود ملائکه ساختیم، ملائکه برای پدر شما سجده کرد، شما را اقدر چی ساختیم؟ کرامت و عزت دادیم. و اذ و هنگامی که قلنا گفتیم للملائکه، برای ملائکه اسجدوا لآدم، شما سجده بکنین برای آدم علیه السلام. متوجه باشین این یک موضوع بزرگ خطرناک اعتقادی است که بعضی ها در اینجا عقیده خود خراب میکنن. سجده دو قسم است. یکی سجده عبادت است که خاص برای الله است، و یکی سجده احترام است که به مخلوق هم میشن. سجده عبادت هیچ مؤمنه که در قرآن او با ایمان گفته شده هست، ملائکه یا انبیا یا پیروان انبیا یا پیروان پیغمبرای سابق، هیچ کدام از اینا سجده عبادت به غیر از الله و کسی دیگه نمیکردن. پس تمام از اینا سجده عبادت فقط برای الله میکردن. سجده احترام که هست، این سجده از علما میگن که از زمان آدم علیه السلام تا زمان عیسی مسیح علیه السلام سجده احترام اجازه بود. یک کس میتونست به پدر خود، میتونست به بزرگ خود، به پیغمبر خود سجده چی بکنه؟ احترام بکنه. با آمدن قرآن، نزول قرآن عظیم الشان و آمدن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، سجده احترام منسوخ شد، از بین رفت. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امت خود گفت که حتی انحنا حرام است. انحنا چی رو میگن؟ ما یک خط مستقیم داریم، انسان مثل خط مستقیم میباشه و یکی خط چی است؟ منحنی هست. بیا گلاب خان اینجا، یک خیر روبان اما تو که یا ببینن تا خط مستقیم است، انسان خط مستقیم است. انال ای اگر زاویه را تشکیل بده، زاویه منفرجه و یا زاویه قائمه و یا زاویه بیخی حاده، پس این منحنی شد. مردم آمدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه گفتن وقتی ما یک دوست خودم ملاقات میکنیم که بهترین دوستشان کی بود؟ شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینحنی له، آیا به دوست خود سجده کنه، انحنا بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لا، سجده نکنه. وقتی که رسول الله گفت لا، پس اینجا معلوم میشه که انحنا کردن به غیر الله حرام است. از این خاطر کافرها وقتی که یگان تا شاگردای خود در وطن خود روسا می بردن، بعضی از بزرگای کلانای چی داره؟ کمونیسم، با چی میکرد؟ برو وقتی تو کافر خوب و کمونیست خوب هستی که به مجسمه لنین چی کنی؟ انحنا بکنی.
و رسول الله صلی الله علیه و گفته که اینحنی له، خودمان حنین اساسی. و رسول الله صلی الله علیه و گفت که اگر سجده احترام در امت من می بود، سجده احترام در امت من می بود، باز ما برای خانم ها می گفتم که برای شوهرایتان سجده چی بکنین؟ احترام بکنین. اما چون سجده احترام در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، حتی برای خانم ها اجازه نیست که بر شوهرای خود این کار بکنن. بناهن سجده ملائکه برای آدم علیه السلام، سجده برادران یوسف علیه السلام برای یوسف علیه السلام مطابق شریعت های او وقت سجده احترام بود که برای از اونا اجازه بود. اما ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق شریعت اسلامی حق انحنا و سجده و رکوع را به مخلوق نداریم. خب و اذ قلنا للملائکه، و هنگامی که قلنا گفتیم للملائکه برای ملائکه، اسجدوا سجدة الاحترام، سجده بکنین سجده احترام برای کی؟ لآدم، برای آدم علیه السلام. فسجدوا، پس سجده کردن تمام ملائکه. فسجدوا، پس سجده کردن کی؟ فسجدوا، پس سجده کردن ملائکه الا ابلیس، مگر ابلیس سجده نکرد. ابلیس علما میگن که ابلیس کان من الجن، ابلیس از جن هست، ملائکه نبود. لکن بعضی اوقات است که بعضی از مخلوقات در بین بعضی از مخلوقات دیگه به اساس چی میاد داخل میشه. مثلا یک جلسه است کلش علما هستن، ببینی که یک نفر جاهل هم آمده در بین از امو علما، او هم شیشته و امو دستار و لنگی و چپن ملا را پوشیده، سرقت کرده، اموجه شیشتگی هست. وقتی که امر الله شد برای ملائکه، پس این امر در حقیقت کسانی که در امیجا حضور داشتن کل از اینا را شامل میشد. و دلیلی که ابلیس هم مأمور بود باز سجده کرد، چون در دیگه آیات قرآن الله متعال میگه که چرا ابلیس سجده نکردی؟ اذ امرتک، کلمه امر برای از او هم در قرآن استعمال شده. دیگه الله متعال میگه که اینا هم این هم مکلف بود که باید اینجا چی کنه؟ سجده بکنه. الا ابلیس، مگر ابلیس ابا ورزید و استکبر و تکبر کرد. تکبر چیست؟ بطر الحق و غمت الناس. رسول الله صلی الله علیه و تکبر چیست؟ غمت الحق، حق پوشاندن است. فهمید؟ یعنی بطر الناس یعنی مردم به ارزش قرار دادن است، هیچ کس در نظرش نمیه. تو به طرف چرا در درس دیروز ما و شما خواندیم که آدم علیه السلام الله متعال از تراب خلق کرده، خاک خالی، گفته که از خاک خلقش کردیم، گفته که از چی خلقش کردیم؟ از طین، از خاکی که به همراه گل باز شده، آب یک جای شده. باز از چی شده؟ از همه، خاکی که گله که رنگش تغییر کرده، سیاه شده. مسنون، خاکی که بو گرفته است، گله که بوی گرفته است، یادبانیش گله که تر کنی زیادبانی بوی میگیره، سیاه میشه، باز بوی میگیره. و مسنون چیست؟ گله که خوش شده که دست بزنید دنگ دنگ میکنه. پس این مراحل جمع‌آوری خاک هایی است که از آدم علیه السلام بوده. الله متعال ایره برای از اینا نشان داد. تو سون چهره آدم و خلقت آدم سیل نکن، تو سون امر الله سیل کن. بعضی کساست ظاهر میبینه، مادیت میبینه. ابلیس مشکل ابلیس صفت ها، هر کسی که می صفت ابلیس داشت ابلیس صفت است، ابلیس است. چیست؟ ظاهر میبینه. ایریش تو ماندی بد قواره معلوم میشی. تو سندیش سیل نکو که مرا خوش قواره میگه یا بد قواره به نظر تو میگه. به طرف حکم الله سیکو، حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم سیکو که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اوفو بگذارن لها ریش هایتان را. حجاب، شاید که یک نفر لباس حجاب میپوشه، از اون زن که به حجاب است، او زن به حجاب از او که خوبتر در نظر مردم معلوم شود. لکن چون حکم الله را تطبیق کرده، اینمی حجاب پیش الله با ارزش است. ولو که یک تکیه بسیار ضعیف و ارزان قیمت باشه، لکن ارزش و عظمتش پیش الله است. اینجا برای ابلیس سون چهره آدم علیه السلام سعی کرد، ابا ورزید، تکبر کرد. ما از خاک پیدا شدیم. قوم پرستان چرا کافر هستند؟ به خاطر قوم پرست پیرو ابلیس است. ابلیس میگفت که
انا خیر منه، من از او که خوبتر هستم. پشتون قوم پرست چرا کافر است؟ به خاطر میگه که من پشتون از دری زبان تاجیکی که بهتر هستم. فارسی زبان قوم پرست کافر است به خاطر از اینکه میگه ما فارسی زبان ها از پشتون و ازبک و عرب و فلان و فلانی که خوبتر هستیم. ازبک قوم پرست کافر است به خاطر از اینکه خود برتریت میتونه نسبت بر دیگران. عرب قوم پرست صدام حسین و معمر القذافی و جمال ناصر کافر بودن به خاطر از اینکه اینا خود برتریت میدادن نسبت به دیگر ملت ها. امریکایی قوم پرست کافر است که خود نژاد خود از دیگه کرده چی میگن؟ برتریت میتن. الله متعال میگه که کل از اینا مخلوقات ما هست و شما ابلیس صفت نباشین. ابلیس و کان من الکافرین. الله متعال میگه بعضی کسا هستن در صف مسلمان ها میشینن، در قطار مسلمان ها میشینن، بسیار خود بزرگ جلوه میتن، لکن الله از قلبش با خبر است. این شیطان از اول کافر بود. این ریاکاری و تظاهری که آمد خدا در بین ملائکه میشیشت و بسیار خدا آدم خوب نشان میداد، این شما را فریب نده. از این خاطر بسیاری کسایی هستن که در اول بسیار مردم در سر شانهای خود بالایشان میکنن، ماچشان میکنن، بغلشان میگیرن، دست پایشان ماچ میکنن، چرا که بسیار بزرگ مسلمان قوی است. لکن الله از قلبش با خبر است که دروغ میگه، کافر است و بالاخره الله رسوایش میکنه. و ما و شما هزاران مثال هایش میبینیم که 10 سال پیش بسیار مؤمن واقعی و امروز یک کافر بسیار خطرناک به ضد اسلام، به دین اسلام، با کفار دست خدا یکی کرده، از کفار دفاع میکنه، مسلمان ها را مثلا توهین و تحقیر میکنه. اما ابلیس صفت ها هست که الله متعال صفتشان میگه.